سلام علیکم، صبحتون بخیر. شاید که فکر کنید 7 صبح، ولی نه 10 صبح و فرمانده این خلقشه. امروز یه فرمانده ای در اومد گفتش که من مریضم. صبح زود بیدار شد، آی پام، آی دستم، آی من مریضم، باید بخوابم. درسته؟ مریضم تو مریض. آره. بعد گفتم باشه پس امروز رو بمون تو خونه استراحت کن. بعد گفت باشه برم کارتون ببینم. گفتم نه ببین مریضی، بخواب استفاده. خلاصه گفت پس بازی کنم چیکار کنم؟ گفتم مریضی باید بخوابی دیگه. به اذن الهی یه دفعه چی شد؟ خدا خواست اینا فرمانده یهو گفت من خوب شدم، من برم مدرسه، خوب شدم دیگه. هیچی دیگه، الان داره میاد مدرسه، خوب شده.